اساسا در همه رشته‌های ورزشی یه عده آدم با عقاید مختلف دور هم جمع میشن که یک یه هدف رو دنبال میکنن، یعنی اون ورزش خودشون رو، بازی رو، اون تمرین رو. توی کاراته حالا این مفهوم یه خورده عمیق تره، یه خورده انسانی تره. با همین که آدما با عقاید مختلف، با مذاهب مختلف، حتی با از ملیت‌های مختلف کنار هم جمع میشن، حتی زبان همه ممکنه ندونن و بعد تمرین میکنن در کنار هم مثل همدیگه. کاراته رو تمرین میکنن و زیر یک سقف به این شکل میدن. خب اینجا این اتفاق میفته که اینا همه خواسته ها و اون منویات درونیشون رو دارن با همدیگه به اشتراک میذارن. اون تحمل تا سرحد طاقت، اون فشاری که به عضلاتشون میارن، اون فشار روانی که تحمل میکنن ساکتن هنگام تمرین تو دوجو. و معنی دوجو همینه دیگه، یعنی میگن دوجو فضا و مکانیه که یه عده آدم اومدن تمام سختی های زندگی رو، سختی های انسانیشون رو به چالش کشیدن، یعنی خودشون رو به چالش کشیدن تو این فضا. و این حس، این به اصطلاح ژاپنی ها این روح کامی تو اینجا حضور داره، وجود داره. یعنی آدمایی که خودشون رو دونه به دونه به چالش کشیدن. حالا وقتی هم که روبروی هم وای میسن بخوان کمیته برن که دیگه اونم داستان فزاینده‌ای پیدا میکنه. ولی در هر صورت کسانی که در یک دوجو دارن تمرین میکنن آدمایی هستن که خودشون رو به چالش کشیدن، یعنی از منطقه امن ذهنشون خارج شدن، اومدن روبرو بشن با سختی ها، روبرو بشن با مشکلاتی که دور و برشون هست و راحتی رو کنار گذاشتن. و خب این خیلی یه ارزش انسانیه دیگه. وقتی ما میگیم آدما میخوان پیشرفت بکنن، در چه شرایطی پیشرفت میکنن؟ در شرایطی پیشرفت میکنن که از منطقه امنش خارج شده باشه، یعنی روبرو بشه با سختی ها، با مشکلات. و توی دوجو این رو مرتب تمرین میکنن کاراتکا که با سختی های زندگیشون روبرو بشن، با دردها، با رنجها، با تنهایی. به تنهایی داره همه ی فشار این تمرین رو تحمل میکنه که در زبان ژاپنی هم ما بهش نمیگیم تمرین، میگیم گیکو، یعنی تا سرحد طاقت تحمل کردن اون درد، فشار فشاری که در حین تمرینات کاراته به وجود میاد. برای همین کاراته رو ما ترینینگ، اسپورت، بازی اینها حساب نمی کنیم. چیزی فراتر از همه اینا هستش و اون جنبه های انسانیشه که در دوجوها معنی پیدا میکنه با حضور مربی و هنرجویان. اوس